مثل همیشه ویدیوی ما رو لایک کنید و اگر عضو کانال ما نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله کنارش رو فشار بدید تا اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. مثل همیشه این داستان بنا به گفته فرستنده بر اساس واقعیت هست و اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. من توی زندگیم هیچ وقت دوست نداشتم با زندگی کسی یا آبروی کسی بازی کنم. همیشه سعی می‌کردم اگر از کسی چیزی میدونم یا میشنوم اون راز رو پیش خودم نگه دارم. اما اون بار قضیه فرق می‌کرد. اون بار ناخواسته باعث به هم خوردن یه زندگی شدم و رازی رو فاش کردم که خودم خبر نداشتم. سالها بود که من و حسن با هم ازدواج کردیم و پا به پای هم از دیپلم درسمون رو ادامه دادیم. همزمان هم کار میکردیم و هم درس میخوندیم تا بالاخره حسن تونست مدرک پزشکی که همیشه آرزوش بود رو بگیره و حسابی خوشحال بود. چند سال بود که درس میخوند و مدام امتحان میداد تا کنکور قبول شه. اون موقع ما یه دختر 1 ساله داشتیم که باید به اون هم رسیدگی میکردیم. حسن هم توی اداره دولتی سر کار میرفت و هم میومد خونه درس میخوند برای کنکور. اما بالاخره موفق شد و خدا رو شکر سختی ها نتیجه داد. اما من بعد از اینکه مدرک فوق دیپلمم رو گرفتم به خاطر شرایط خونه مجبور شدم که خونه نشین بشم و به همون بسنده کردم. خدا رو شکر همه چیز توی زندگی ما خوب بود و بچه‌ها داشتن کم کم بزرگ می شدن. تا اینکه چند سال پیش بالاخره تونستیم توی تهران توی محله خیلی خوب اون چند تا واحد که به صورت پیش فروش گذاشته بودن رو بخریم و توی یکی از همونها ساکن بشیم. بقیه اونها رو هم اجاره دادیم. واسه همینم به اصرار اعضای ساختمان من به جای حسن که وقت نمی‌کرد مدیریت ساختمان رو به عهده بگیره مدیر ساختمان شدم و به کارها رسیدگی می‌کردم. همسایه‌ها آدم‌های خوبی بودن. هر کس رو توی ساختمون راه نمیدادیم و مستاجرای من هم سالها بود که اونجا ساکن بودن. منم دلم نمی اومد که اونها رو بلند کنم و هر سال برای تمدید با اونها سعی می کردم که اجاره رو زیاد نکنم. تا اینکه یکی از همسایه‌های طبقه بالا و واحد کناری خانواده احمدی برای مهاجرت خونه رو برای فروش گذاشتن. اونا خونه رو به یه پسر خیلی جوان که گفتن تازه قرار ازدواج کنه و شناسنامه هاشون رو هم دیدن و مطمئن شدن که متأهل فروختن. یه جوان که هم شغل آزاد داره همین که قراره تازه داماد بشه و زن شهرستانه. اما ظرف همین چند وقت قرار بود که جهیزیه بیارن و عروسیشون رو برپا کنن. منم خوشحال بودم که مجرد قرار نیست بیاد و کسی که میاد هم مالک و هم متأهل. اما راستش از روز اول هیچ وقت نشد که این پسر رو ببینیم و با هم حرف بزنیم. هر وقت برای جلسات و کارهای ساختمون باهاش تماس می گرفتم جواب درستی نمیداد. گاهی اوقات ماشین مدل بالایی که داشت رو می اومد توی پارکینگ پارک می کرد و اون موقع بود که متوجه می شدیم توی ساختمون هست و توی خونه است. از قضا چند باری هم جای ما پارک می کرد و وقتی ما برمیگشتیم خونه می دیدیم یه ماشین جای ما پارکه. گاهی اوقات بهش می گفتیم که جای پارک شما اونجا نیست و جابجا گذاشتی. اما با یه حالت طلبکاری همیشه می گفت خب شما بذار جای من. مگه چی میشه؟ چرا انقدر سخت میگیرین؟ این همه جای پارک. کلا جواب سلامم به زوری میداد. همه چیز همینجوری پیش میرفت و خانم احمدی دیده بود که چند روز قبل یه خانم جوان همراه با وسیله و جهیزیه اومده و یه مقدار وسیله چیدن و بعد از اون هم رفته و چند روز بعد دوباره همون خانم اومده و وسیله آورده. ما دیگه خبری از اون خانم نداشتیم و اون رو هم ندیدیم تا اینکه یه مدت گذشته بود که صدای همسایه ها در اومد. خانم احمدی که همسایه دیوار به دیوار اونها بود مرتب به من شکایت میکرد که خانم دکتر این همسایه جدید آشغالا رو دم در میذاره. گیر میبره و بوی آشغال تمام ساختمون رو بر میداره. شبای آخر هفتم انقدر صدای زناشوییشون بلنده و توی ساختمون میپیچه که من و شوهرم جلوی بچه نوجوانمون شرمنده میشیم. همش به خودمون میگیم نکنه صداها رو شنیده باشه. کاش یکم مراعات میکردن. حتی چند باری به دیوار زده بودن اما کسی توجه نکرده بود. فقط هم آخر هفته این مورد پیش می اومد.
منم گفتم با همسایه صحبت میکنم. زنگ خونه رو زدم اما کسی جواب نداد. منم روم نمیشد به خود اون پسر جوون بگم و منتظر بودم که زنش رو ببینم و به اون بگم. واسه همینم نوشتم و توی تابلوی اعلانات ساختمون زدم. اما به گمونم غیر از خودمون اونا ندیده بودن و به تابلوی اعلانات توجهی نکرده بودن. واسه اینکه هیچ رفت آمدی توی ساختمون از اونها نمیدیدیم. پسر صبح زود میرفت و شبم آخر وقت برمیگشت. کسی توی ساختمون کلن اونها رو نمیدید. تنها مشکل ما با اونها همین صدای رابطه‌شون بود که اونم در واقع فقط همسایه پایینی و همسایه کناریشون بودن که مرتب ازشون شکایت میکردن. گفتم جوونن، تازه ازدواج کردن، اولشه، اما شکایت همسایه ها بیشتر و بیشتر میشد. دیدم اینجوری نمیشه. گفتم میرم زنونه با خانومش صحبت میکنم و میگم توی این 2 ماه صدای همه در اومده. یکم لطفاً رعایت کنید. درسته که مسئله شخصی و به کسی ربطی نداره، اما اینجا ایرانه و هنوز مردم روی این چیزا حساس هستن. حتی توی خارجم خودت میدونی که این موضوع درست نیست و درست نیست که صدای شما توی ساختمون بپیچه. نمیدونستم باید چی کار کنم. دکتر گفت بهتره که با خانومش صحبت کنی، چون مالکم هستن. عملا کاری نمیتونیم بکنیم. اگر مستاجر بودن میشد به صاحبخونه‌شون گفت، اما الان قضیه فرق میکرد و باید جوری بهشون میگفتیم که لج هم نمیکردن. 1-2 هفته‌ای بیخبر از اونها بودیم و هیچ خبری از رفت آمدشون نبود. ماشینشون هم توی ساختمون نبود و سر و صدایی هم از خونشون بیرون نمی اومد. معلوم بود که نیستن و گفتیم حتما سفر رفتن، تا اینکه بعد 2 هفته پیداشون شد. بعد از چند روز تصمیم گرفتم که برم و با عروس خانم دوستانه صحبت کنم. منتظر 1 روز مناسب بودم که خانم احمدی زنگ زد و بهم گفت که صدای موزیک از خونشون میاد. همون موقع معلوم شد که پسر از خونه بیرون رفته. مطمئن بودم که پسر جوان نیست و خانومشه که توی خونه است. واسه همینم بهترین موقعیت بود که برم و با اون خانم صحبت کنم. رفتم و در خونه رو زدم. یه خانم فوق‌العاده زیبا در رو باز کرد که چادر سرش کرده بود. تعجب کردم. انتظارش رو نداشتم. خودم رو معرفی کردم و بهش خوش آمد گفتم. برعکس شوهرش که نه جواب سلام میداد و نه کلاً اهل سلام کردن بود و بی‌ادب و طلبکارانه رفتار میکرد، یه دختر فوق‌العاده زیبا و مؤدب و مهربون بود. بعد از اینکه تعارف کرد وارد شم، رفتم و توی خونه‌شون نشستم. برای خوش آمدگویی شیرینی خونگی پخته بودم و برای اونها برده بودم. بعد از کلی تبریک و تعریف از خونه زیباشون، بالاخره رفتم سر اصل مطلب و با کلی سغرا کبرا چیدن رسیدم به موضوع ساختمان و قوانین ساختمان. بهش گفتم اینجا همه مالک هستن و چقدر خوبه که شما هم اینجا مالک هستین. همسایه ها الان سال هاست که دارن اینجا زندگی میکنن و یه جورایی روی محیطی که دارن زندگی میکنن حساسن. شروع کردم به حرف زدن و هر لحظه چشمهای اون دختر گردتر و گردتر میشد. اصلا متعجب نگاه میکرد. یهو گفت شما مطمئن هستید که صدا از خونه ما بوده؟ گفتم وا عزیزم، همسایه بغلی و پایینی با همدیگه شاکی بودن. مگه میشه من اشتباه کنم؟ گفت آخه من تازه 2 هفته است که عروسی کردم و الان تازه چند روزه که فقط خونه خودم میمونم. قبل از اون من اصلا اینجا نیامده بودم. اونجا بود که فهمیدم گند زدم و قضیه چیز دیگه ای بوده. دختری بیچاره حسابی هول شده بود و مضطرب شده بود. منم نمیدونستم چجوری قضیه رو جمع کنم. گفتم پس شاید صدای فیلمی چیزی بوده و همسایه ها اشتباه کردن. شما هم نمیخواد به همسرتون بگی. احتمالاً شبا اومده خونه و فیلم گذاشته، همسایه ها اشتباه برداشت کردن. گفت آخه اون اینجا تنها زندگی میکرد. منم شهرستان بودم و دختر اونجا هستم. الان بعد از ازدواج اومدم اینجا و کلاً 2 بار برای آوردن جهاز اومدم و اونم شب برگشتم. دختر بیچاره رفته بود توی فکر و میدونستم اونم داره به چیزی که من فکر میکردم فکر میکرد. حالم خیلی بد بود. فشارم افتاده بود و نمیدونستم چی کار کنم. بعد از اینکه با 1000 زحمت از اونجا بلند شدم، به خانم احمدی گفتم چه غلطی کردم رفتم اونجا. کاش پام میشکسته اونجا نمیرفتم. آبرومون رفت. زندگی اون بدبخت رو هم خراب کردیم. رسوا شد اول زندگی. دختر بدبخت چه حالی پیدا کرد. کاش زبونم لال شده بود.
حالم خیلی بد بود که این دختر اول ازدواج با چه چیزی روبرو شده بود. شب که مرد اومد خونه حسابی دعواشون شده بود و پسر هم رفت در خونه احمدی رو زد و حسابی داد و بیداد را انداخت که شما چرا فضولی میکنید؟ به چه حقی به من تهمت میزنید؟ و بعد از اینکه حسابی با اونها دعوا کرده بود اومد در خونه ما. میگفت چرا میخواین زندگی من رو به هم بزنید؟ من که اینجا با کسی کاری ندارم. تازه اومدم و تازه دارم اینجا زندگی میکنم. واسه چی این حرفا رو به زن من زدین؟ حقم داشت و هنوز نیامده داشت زندگیش به هم میخورد. اما ما که خبر نداشتیم قضیه چیه. چند روزی هیچ خبری از اونها نبود و فهمیدیم عروس خانم همون موقع قهر کرده و رفته خونه پدرش. بعد از چند وقت برگشت و گفت شوهرم گفته کار دوستاش بوده. دختر جوان در حال این حرفا رو برای من تعریف میکرد که میدونستم ته دلش چیز دیگه ای داره فکر میکنه. اون دختر بیچاره گفت دوستای شوهرم بودن که این کارو میکردن و دختر میآوردن. گرچه معلوم بود که اونم مثل ما باور نکرده. اما گفت انقدر شوهرم اومد دنبالم و انقدر برای ما زشت بود که چند روز بعد عروس برگرده خونه پدرش که وقتی قول داد که دیگه از اون کارها نمیکنه و خیانتی هم به من نکرده و قسم خورد که دیگه با اون دوستاش رفت آمد نمیکنه، منم برگشتم. لطفاً شما هم دیگه توی زندگی ما سرک نکشید. بذارید ما هم آروم زندگی کنیم. منم بهش گفتم چقدر خوب که برگشتی و خیالم راحت شد. زندگیشون رو اونجا ادامه دادن و با هیچ کس نه سلام علیک داشتن نه رفت آمد. بعد 1 سالم اون خونه رو فروختن و از اونجا رفتن. دیگه خبری ازشون نداشتیم. دیگه خبری ازشون نبود تا اینکه چند وقت پیش عروس خانم اومد در خونه ما و زنگ خونه ما رو زد. راستش از دیدنش خیلی تعجب کرده بودم. وقتی اومد داخل گفت اومدم برای حلالیت. گفت مچ شوهرم رو بالاخره گرفتم و فهمیدم که دوست دختر داره. اون موقع هم قبل عروسی با همین دختر بود که در تماس بوده و مرتب اون رو می آورده خونه. حالا هم داریم از همدیگه جدا میشیم. بارها بخشیده بودمش. بارها بهش فرصت داده بودم. اما اون عادت کرده بود به خیانت و فکر نمی کرد که لو بره. انقدر از خود متشکر بود که بهم گفت باشه برو از من جدا شو، تو نباشی بقیه هستن. گفت ببخشید اون موقع شما رو قضاوت کردم و باهاتون بد حرف زدم، باهاتون بد رفتار کردم و حتی جواب سلامتون رو دیگه نمیدادم. حلالم کنید. من که خیلی ناراحت بودم از این موضوع و دلم به حال اون دختر میسوخت. گفتم تو منو حلال کن. شاید اگه من نمی اومدم و اون حرفا رو به تو نمی زدم شعله شک رو توی دل تو روشن نمی کردم. شاید اگه اون حرفا رو از من نشنیده بودی هیچ وقت پیگیر کارهای شوهرت نمی شدی و انقدر پیگیر نبودی تا مچش رو بگیری. تو ما رو ببخش که باعث شدیم زندگی شما از هم بپاشه. اما هیچ کدوم از ما راضی نبودیم که زندگی شما از هم بپاشه. دوست دارم که این رو از صمیم قلب بدونی. اون دختر یه لبخند تلخ زد و گفت اگر شما هم نمی گفتین یه روز بالاخره خودم متوجه این خیانت می شدم. خوشحالم از اینکه بچه دار نشدم و میتونم الان با خیال راحت از اون جدا بشم و برم سراغ زندگی. راستش الان که سالها از اون قضیه میگذره هنوزم من و خانم احمدی هر موقع یاد اون موضوع میافتیم ناراحت میشیم. هنوزم من خودم رو نبخشیدم. هنوز فکر میکنم حرفای من باعث شده بود که اون دختر جوان انقدر توی کار شوهرش کنکاش کنه و انقدر اون رو تعقیب کنه تا بالاخره مچش رو بگیره. امیدوارم خدا منو ببخشه که باعث شدم زندگی 2 جوان از هم بپاشه.